ما صبح تا حالا گیر اینیم که یه نفری بنده خدای اومده درست کرده، لبه کار رو جا گذاشته، حالا تمام پشتبون بعد از 3 ماه نم داده همش. یعنی اولین بارندگی و همش آب اومده پایین، تمام سقف خونه رو خراب کرده. البته خراب که نکرده ولی خب همه رو از بین برده، کدر کرده. دوباره باید نقاشی بشد و حساب همه اینها. یعنی یه همچی چیزی گذاشته. ببینید دور پشتبونو یه همچی چیزی که باید از نو درست بشه. ببینید این همین که جا گذاشته یه نکرده. حالا که تو که میای جلو 10 سانت دیگه میومدی تا آخر دیگه، یه همه ضرر هم نمیزدی. حالا من باید حرارت بزنم و درستش بکنم.